سلام، این اولین طراحی منه و به سبک هالووین. امیدوارم دوستش داشته باشی. لاک ژل مشکیمون رو میذاریم دستگاه خشک میشه و روش دیسکو اجرا میکنیم. یک دست کامل دیسکو میزنیم، اما دست دیگر رو حالت آمبره و با قلم به سمت ریشه تا نصف فیدش میکنیم. سه تا ناخونی که میخوایم طراحی کنیم و این کارو میکنیم، اما دو تا ناخون دیگر رو مثل قبلی دیسکو اجرا میکنیم. نقطه های سفید میزنیم و با یک ستیز همچین خطوطایی روی ناخون ایجاد میکنیم. خطوطای نامنظم و با لرزش کمی دست تا ناخون پرتی هم همین کارو میکنیم. سعی کنید خطوطای نامنظمتون رو توی راستا بکشید. براشون با یک چیز دوباره تیز یا قلم چشم میذاریم برای روحامون و تاپ شاین میزنیم، تاپ شاین و یا تاپ کات میزنیم. تادا تموم شد. اینم از طرح قشنگمون. اگه ویدیومو دوست داشتی خوشحال میشم منو سابسکرایب کنی. اگه از این سبک ویدیو خوشت میاد خوشحال میشم بهم بگی و یا چه طرحی دوست داری آموزش بدم، اونم میتونی بهم کامنت کنی. طرح بعدی رو تو انتخاب کن. خدا نگهدار.